بسم الله الرحمن الرحیم. محترم الحاج نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان در دفتر کاری ایشان با آقای نانکوش ستانا و همراهان وی ملاقات نمود. در این ملاقات آقای ستانا علاقمندیشان را به راه اندازی سالن نمایش سنگ‌های قیمتی در افغانستان و همکاری در وصل تاجران افغان و هندوستانی در سکتور ادویه را ابراز داشتند. همچنین آنان اضافه کردند که کشور جرمنی به تکنولوژی دست یافته است که توانایی استخراج تیل دیزل به مقدار زیاد از پلاستیک های جمع‌آوری شده از کثافات و زباله ها را دارد و آمادگیشان را برای انتقال این تکنولوژی به افغانستان نیز ابراز نمودند. محترم الحاج نوردین عزیزی با استقبال از این علاقمندی حمایت همه‌جانبه خود را اعلام داشته و افغانستان را کشور دارای فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری عنوان نمودند. در ادامه وزیر صنعت و تجارت اظهار داشت که افغانستان دارای سکتور خصوصی فعال بوده و این سکتور آماده همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی می باشد.